این کمان در کودکی به شوهرم پیشکش شده بود. میتونست تیر رو از میان 12 تبر رد کنه بدون اینکه به هیچ کدوم برخورد کنه. هر کدومتون که تونست این کمان رو زه کنه و تیر رو از میان تبرها عبور بده، شوهر من و پادشاه ایتاکا میشه. این امکان نداره. چه محال؟ چرا باید شوهرت طبق چنین مهارتی انتخاب کنی؟ اگه هیچ کس نتونست چی؟ اودیسیوس میتونست. چرا مردی رو انتخاب کنم که از شوهر سابقم کمتر باشه؟ من امتحان میکنم. برو داری اشتباه ذهن میکنی. آفرین. یک کم دیگه. از پسش بر نمیاد. اگه کار ارباب ها تموم شده بد نیست منم امتحانی بکنم. فرصت مغتنمیه که کمان اودیسیوسو به دست بگیرم. این چیزی بود که میخواستی؟